سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیوی دوم. توی ویدیوی قبلی من در مورد اینکه تصمیم گرفتم بالاخره شروع کنم صحبت کردم و امروز میخوام در مورد این بهتون بگم که خیلی چیزا باعث شد که من شروع نکنم. ترس از قضاوت شدن بود یکیش، به اینکه خب بقیه چی فکر میکنن، اگه نشه چی، اگه مسخره کنن، یا نمیدونم یه سری ایده ها، چون خودم هنوز شروع کردم انجامش دادن، این که خب بقیه چی فکر میکنن در موردم. همین چیزا باعث میشد که من بترسم از شروع کردن، بترسم از اینکه بخوام خودم رو نشون بدم یا حتی در مورد چیزی حرف بزنم، حتی در مورد علایقم بخوام حرف بزنم. ترس از قضاوت شدن متاسفانه چیزیه که همراه هممون هست. اکثر کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن مطمئنم که این ترس رو دارن، یا به خاطرش حالا یا شروع نمیکنن علایقشون و هدفهاشون رو، یا ترس و لرز و یواشکی دارن انجامش میدن. ولی بچه‌ها اگه بخواین همیشه نسبت به افکار دیگرون، قضاوت دیگران ترس داشته باشیم، یکی مثلا من تا همین الانشم شروع نکرد و احساس میکنیم که عقب میمونیم، دیر شده، ولی الان من به این نتیجه رسیدم که خب چه تأثیری داره اینکه دیگران چی راجع بهمون فکر میکنن. متاسفانه توی سوشیال مدیا میبینیم که حتی یه سری‌ها دارن با قضاوت کردن بقیه پول در میارن. اما خب بهتره که به این موضوع زیاد اهمیت ندیم. بچه هر چیزی که ترس دارید و مانع اینه که اونجوری که دلتون میخواد زندگی کنید یا شروع کنید به دنبال کردن هدفهاتون و زندگیتون رو بذارید کنار. قضاوت دیگران هیچ تأثیری توی زندگی شما نمیذاره. اینو بهتون جدی دارم میگم. خود من یکی از دلایلی که تا الان حتی میترسیدم جلوی دوربین بیام، یه بار یه جا توی یوتیوب اتفاقا داشتم صحبت میکردم، صورتمو نشون نمیدادم چون من کار دیگه انجام میدادم قبلا، فقط صدام بود. یه کامنت داشتم برامون نوشته بودن صدا چقدر زشته، انگار نمیدونم، ببخشید من اینا میگم، انگار خلط توی گلوت وقتی داری حرف میزنی. اصلا ببین خیلی حالم گرفت. یه آدمی ندیده نشناخته اصلا نمیدونه، ولی با یه حرفش خیلی منو تحت تاثیر، اصلا اعتماد به نفسم رو گرفت. من که خیلی ها برام نوشته بودن صدات قشنگه، صدات آرام بخشه، ولی همون یه دونه خیلی ممنونم. یعنی دقیقا تنها چیزی که الان توی ذهنمه اون کامنته، اون نظره. ولی امروز اینجام تا بهتون بگم که ترس از قضاوت مردم رو نداشته باشید. در آخر سر مردم میان یه چیزی میگن و میرن دنبال زندگیشون، و تویی که هنوز شروع نکردی، تویی که هنوز ترس داری از این که بخوای خواسته هاتو دنبال کنی، مثل من نباشید. مثل من نباشید. اسم چنل ها عوض کنم و دارم مثل من نباشید، چون میخوام کارهایی که خودم نکردم ترسیدم و بگم شماها انجام بدید. من یه خاطره رو گفتم، شما چطور؟ شما خاطره دارید که قضاوت شدید بابت چیزی که دوست دارید یا کاری که انجام دادید و خورده تو ذوقتون؟ اگه دوست دارید برام تعریف کنید، میتونید کامنت کنید. من میتونم قصتون رو اینجا بگم، شاید یکی نیاز داشته باشه که بشنوه تجربه شما رو. مرسی که با من همراهید.
مرسی که به هم انرژی میدید. تا ویدیوی بعدی رو